به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم. پوست لب انسان اگر کنده شود آیا نجس است یا پاک؟ پوست لب انسان و اعضای دیگر بدن که گاه کنده می شود اگر وقت کندنش رسیده باشد و کنده شود پاک است، ولی اگر خودمون با زور آن را بکنیم نجس است. حکم حیوان مرده: حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی اگر سرش را ببریم خونش با فشار بیرون می آید و اگر این حیوان خودش مرده باشد، یعنی ذبح شرعی نشده باشد، تمام بدنش نجس است به جز جاهای بیروح بدن مثل پشم گوسفند یا پر مرغی که خودش مرده است، یعنی ذبح شرعی نشده است. حکم کالاهایی که از کشورهای غیر اسلامی می آیند چیست؟ انواع عطر، ادیکلون، دارو، روغن، صابون و مواد خوردنی غیر گوشت مثل پنیر که از خارج وارد می شود اگر یقین به نجس بودنش نداشته باشیم پاک است. اگر سوال یا پیشنهاد درباره محتوای این ویدیو داشته باشید در تگ همین ویدیو نویسید، انشاءالله که ما جواب می دهیم. بینندگان محترم، اگر می‌خواهید نوارهای قصه های قرآنی، احکام شرعی و نوارهای ترجمه قرآن با زبان تاجیکی را مشاهده کنید، مرحمت در کانال ما ابونه شوید.